سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از سلمه روایت است که گفت نزد پیامبر خدا درود بر او رفته و گفتم من بیمارم و نمی توانم پیاده طواف کنم. فرمودند همان طور سواره از پشت سر مردم طواف کن. من سواره طواف کردم و پیامبر خدا درود بر او در کنار خانه کعبه در نماز خود سوره و تور و کتاب مستور را می خواندند. یا مسلمین صلوا علیه